پس از 6 روز عیسی تنها پتروس و برادران یعقوب و یوحنا را همراهش گرفته به کوه بلندی برآمد. بعد در پیش نظر شاگردان نمود ظاهری او دیگرگون شد. چهرهش مانند آفتاب درخشید، لباسش هم مثل روشنی نور سفید شد. ناگهان موسی و الیاس پیغمبر در پیش نظر شاگردان پیدا شدند و با عیسی صحبت کردند. پتروس به عیسی گفت: خواجه، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. اگر خواهی من در اینجا 3 خیمه می سازم، یکی برای تو، دیگری برای موسی و سوم برای الیاس. هنوز وی سخنش را تمام نکرده، ابری درخشان پیدا شده آنها را فرا گرفت و از آن آواز برآمد: این پسری عزیزی من است و من از او خوشنودم، او را گوش کنید. از شنیدن این آواز شاگردان را وهم فرا گرفت و آنها خود را بر روی زمین پرتافتند. اما عیسی به نزدشان آمده با آنها دست رسانده گفت: برخیزید و از هیچ چیز نترسید. آنها به بالا نگاه کردند و غیر از عیسی کسی را ندیدند. وقتی که آنها از کوه پایان می فرامدند، عیسی به شاگردان فرمود تا دمی که پسر آدمی زاد از مردگان زنده نشود، چیزی دیدگیشان را به کسی نقل نکنند. آنگاه شاگردانش از او پرسیدند: چرا استادان شریعت میگویند که پیش از مسیح باید الیاس بیاید؟ درست جواب داد او: اول باید الیاس بیاید و همه چیز را برقرار نماید. لیکن به شما میگویم که الیاس الکی آمده است و آدمان وی را نشناختند و هر کاری که خواستند با وی کردند. با پسر آدمی زاد نیز همان طور رفتار خواهند کرد. آن وقت شاگردانش فهمیدند که عیسی الیاس گفته یحیای تعمید دهنده را در نظر داشت.